بفرمایید شام با یوتیوبرها قسمت اول. قراره که توی این 4 شب 4 تا یوتیوبر خیلی خفن رو کنار همدیگه ببینیم و توی 4 شب با همدیگه رقابت‌های خیلی خفنی داشته باشن. چالشش هم که خودمون تعیین کردیم و توی 4 شب مختلف 4 تا چالش خیلی خفن داریم. حالا باید بریم ببینیم این چالش‌های خفنمون چقدر اذیتشون می‌کنه. توی این 4 شبی که قراره ببینید و همراهمون باشید، قراره که بچه‌ها برای همدیگه غذا درست بکنن و به غذای همدیگه امتیاز بدن و نمره بدن و برنده این فصل از برنامه بفرمایید شام صاحب 20 میلیون تومان وجه نقد از طرف شرکت یوبر میشه. اگه جایزه نقدی داره که خیلی متشکرم. یک میدم. بریم برای شروع فصل اول پر قدرت پر انرژی. 4 تا مهمونم که الان بهتون معرفی. میزبان شب اول امیر آرتیه. امیر هم توی اینستاگرام خیلی فعاله و هم توی یوتیوب. هیته کاریش هم بیشتر شورت ویدیوه و هر از گاهی هم براتون استریم میکنه و گیم میزنه. البته هر از گاهی هم گیم پلی هاشو توی یوتیوب آپلود میکنه. امیر اصلا ادعای آشپزی نداره و به گفته خودش هر روز تخم مرغ آبپز میکنه. بریم ببینیم با این وضع چی میشه. مهمون اول ما خانم مولچال هستش که هیته کاریش اینه که کلی رستوران میره و لوکیشن ها و مکانای خفنی که تا حالا ندیدید و بهتون معرفی میکنه. خیلی خونگرمه و طبق ادعای خودش آشپزیش خیلی خوبه. حالا باید بریم ببینیم که تو قسمت خودش چی کار میکنه. نظرت راجع به برنامه ما چیه؟ به نظر چه اتفاقاتی تو این شبا میفته؟ به نظرم قرار خیلی شبای عجیب غریبی رو کنار هم تجربه کنیم. هدفت از شرکت چی بود؟ هدفم والا حوصله‌ام تو رشت سر رفته بود، گفتم یه هیجانی به زندگیم بدم. بله درست. به نظر برنده میشی یا 100%؟ یعنی برنده میشی. آره من آشپزیم خیلی خوبه. اگه برنده بشی که خیلی خوبه. بریم ببینیم چی میشه. بریم ببینیم. مهمون دوم ما آقای مانه که خب همه دوستش دارن و باید بگم خیلی من قلب خود منم. هیته کارش یوتیوبه و این مدت یهویی با این محتوای خیلی خفن به نام جوکر با یوتیوبرها اومد و کلا یوتیوب فارسی رو ترک کرد. آقای ما خیلی خونگرمه و خب به نظر من برای برنده شدن نیومده و بیشتر اومده که 4 شب خیلی خفن رو کنار بچه‌ها بگذره. خب آقای ما نظر راجع به مهمونا. راجع به مهمونا امیر که دوست خوبه منه، یعنی مثلا از قبل با هم رفیقیم و خیلی هم اوکیه. مونچایلد رو من تا حالا از نزدیک ندیدم ولی الان برام مهمه که کی آشپزیش بهتره، یعنی خیلی رفیقم برام مهم نیست. اگر آشپزی مونچایلد بهتر باشه خب قطعا اون دوست خوب منه. امیر تموم میشه میره پیکارش. خب مهمون سوم ما خانم پیکسیه. یکی از قدیمی ترین استریمرها و یوتیوبرهای خفنیه که بیشتر توی هیته استریم فعالیت میکنه و محتوای یوتیوبش هم ریاکته. توی آشپزی ادعای عجیبی داره و یکی از کاندیدای جایزه 20 میلیون تومانی بفرمایید شام. خب چطوری پیکسی، خوبی؟ عالیم. مرسی که دعوت بمب انرژی پذیرفتی و خواهش می‌کنم. مرسی از دعوت شما. خب به نظرت شرکت کننده‌ها قوی‌اند یا اینکه نه؟ اصلا به گردبان من نخواهند رسید. خب من که آشپزی شما رو ندیدم ولی می‌بینی انشالله می‌بینی. 100% من برنده میشم. خیلی هم عالی. برو ببینیم چی میشه. Let's go. چطور بچه‌ها؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه‌ها امروز اومدیم با امیر آرتی آشپزی کنیم و اینکه اصلا نمیدونم چرا این کارو کردم. مهم نیست دیگه، قبول کردم. هزینه افتاد پامون دیگه. آره امروز اومدیم ببینیم که آیا غذاهای امیر آرتی خوششون میاد. باید خوششون بیاد. زحمت کشیدم، به خاطر زحمتی که کشیدم باید خوششون بیاد. و امروز میخوام دستیارم رو معرفی کنم. اونم مثل من امیره ولی نه بیا قربونت برم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. وقتی پیش منی بیا روزانه‌ات عزیزم. قد من کوتاه داره به نظر میاد. چطوری؟ خوبی؟ قربونت برم. امیر چرا منو دعوت کردی؟ ببین تو الان من هم دستیارتم خب هم مجریم، هم میخوام سوالا رو ازت بپرسم. سوالایی که ازت میپرسم خیلی داغه و جنجالیه. اوکی. خب و باید جواب بدی. جواب ندی نمیشه. اوکی. ولی اذیتت نمیکنم. اینا رو به من نگفته بود. آره نگفتم، میخوام اذیتت کنم. اوکی. خب منوی شب اول داریم میبینیم، یه منوی بسیار جذاب که امیر جان تدارک دیدن. حالا بریم نظر بچه‌ها هم بپرسیم ببینیم خوششون میاد از این غذا یا خوششون نمیاد. خب حالا اون گنجینه اسراری که دادیم بهت رو میتونی باز کنی و آروم بازش کنم. آروم باز کنم. خب پیش غذا سوپ جو و قارچ. نظرت راجع به این آیتم چیه؟ با قارچ یه ذره مشکل دارم و امیدوارم خیلی تندش نکنه چون من به فلفل حساسیت دارم. پیش غذا سوپ جو قارچ. این یه دونه که گل کردی.
پیش غذا سوپ جو و قارچ. نظرت چیه راجبش؟ مثبته. دوست دارم این غذا رو. قارچ هم دوست دارم. خب سوپ خور هستی کلا؟ سوپ خور هستم ولی سفت باشه، غلیظ باشه، مرغش قلم به قلم. اصلا ببینید خیلی ممکنه ایراد بگیرم. لعابش چجوریه؟ تهنشین جا نشده باشه، قارچ رو آب. خب پس فکر کنم جز سوپ خودت کسی دیگه رو قبول نداری دیگه. خب غذا چی داریم؟ کباب تابعی. کباب تابعی. میدونی چرا؟ چون خودم خیلی دوست دارم. جالبه بدونید بچه‌ها، من برای این برنامه گاز و یخچال اوکی کردم و برای خودم تا 6 ماه راحت بودم. اصلا لازم نداشتم. آره خرج زیاد. راحت شدی دیگه داداش. راحتی الان. هزینه کردی ولی راحتی الان. قبول نداری؟ نه. خب ولش کن. ممنونم. بریم. آقا بریم استارتو بزنیم بچه‌ها اذیت خب. نشن. خب آقا ما مایه کبابو چون یه چیزیه که بعد ذوقش گرفته بشه، طعم خوبی داشته باشه، همینجوری که نمیشه که ما اینو از قبل آماده کردیم گذاشتیم یخچال. میارم. حالا هست یه چند تا احتمالاً صحنه ازش خواهید دید. نمیخواد بذار بیاد. باز نشون بدم به بچه‌ها. بیا. آقا این مایه کباب ماه یک کباب ایرانی اصیل تابعی. اصیل. پهنش قشته. قشنگ حرفی دلتون با کره. غذای اصلی کباب تابعی. فکر می‌کنم کباب تابعی دوست داری. اوکیه. اوکی؟ آره اوکی. مشکلی باش نداری؟ نه مشکلی تند ندارم. باشه فقط شیرین میگم باشه. چی؟ تند و شیرین باشه مشکلی نداره. چی باشه؟ دارم شوخی میکنم با تو ادامه بده. فقط میگم هر کدومو امیدوارم اونقدر تند نکنه دیگه. همین. غذای اصلی کباب تابعیه. خیلی مجردی و خیلی معلوم دست تنهاست. شیکو چش نیست باری کلا. کباب تابعی. بله. کباب تابعی یکی از آسون ترین غذاهاست. اصلا مطمئنم آقاست. شب اول یک بازیکن آقا داریم که غذای کم ریسکیه. گوشت چرخ کرده رو با پیاز ورز میدی، ادویه میزنی، یه کته میذاری، کباب تابعی. اوکی. این میره برای پخت دیگه. این میره برای پخت. خب بقیه آیتما رو بگو امیر. سالاد داریم چون برای بدن خیلی خوبه، فیبر لازمه بچه‌ها بخورید حتما. و اینکه دسر داریم، سوپ داریم. سوپ هم خوبه، میدونم دوست ندارید. سوپ غذا نیست، منم قبول دارم. سوپ غذاست؟ نه. آفرین. اگه میگفتی رو مینداختم. نه. سوپ غذا نیست. ولی سالادو بخورید، سوپ هم بخورید، براتون خوبه. دسر خیلی خوبه. کیک بستنی. دسر کیک بستنی. اینم که دوست دارم. امیدوارم بستنیشو شکلاتی بذاری. فکر نمی کنم ولی خب. خب و تم شبم که ما از قبل بهت گفتیم و آره. تمو رعایت کردیم. مشکی. دسرم کیک بستنی، یعنی همون کیک بستنی که بیرون میفروشن آماده است خود درست میکنی همین. بفهمم بیرون آماده گرفتی فقط. دسرم خیلی مهمه. بله میتونید ببینید. کیک بستنی. کیکشو که از بیرون میخره، بستنش هم که از بیرون میخره، میریزه توی کاسه با هم دیگه میده به ما بخوریم. این چه منویه؟ واقعا این چه منویه؟ همش آسون. کیک بستنی اصیل ولی نه ایرانی دیگه. بچه این رژیم هر روز منه ها. دروغ میگم. روزی 4 تا تخم مرغ فقط میخورم. همین؟ نه تو غذا نمیخوری، نه. فقط تخم مرغ میخوری. بله. نوش جان. نوکرم. بریم تو کار. استارت با سالاد. بریم با سالاد دیگه. بریم سالاد آماده کنیم با خیال راحت بعد کارا رو. بریم. امیر کو وسیله سالاد؟ اون پایینه. باش. تو یه چیز بر خورد کنیم دیگه. من چیز بیارم خورد کنی؟ خوبه؟ عالی بود. وای میتونی؟ آره. خوبه. بهت گفتم تخته بیار برای خورد کردن نیاوردی نه؟ نه. تقصیر اینه. تو مشنبه خورد کن. نه بذار من چی اوکی. تو چیز کن با بچه‌ها یه ذره صحبت کن. آره خلاصه قبل اینکه تو مشنبه اوکی کنیم بچه‌ها ما انسان‌های تمیزی هستیم. آقا امیر یادش رفته صرفا بگه آقا امیر اینا رو باید با منی؟ بله آقا امیر اینا رو باید بچوری. داداش رو راست بخوام بگم بهتر از من دیگه نمیاد. ساکت باش بشور بابا. اینا رو بشور. بده من اینو تو آب بذار، نمک بزن یکم. خب بچه داشتم میگفتم بهداشت حرف اول امیر و منم. دو تا امیرها بهداشت حرف اولمونه تو این. خب بچه اینم ما شستیم. بچه اینم شستیم. امیر بیا مسئولیت ها رو ما با هم دیگه تقسیم کنیم. بیا قربونت برم. تایم برسیم. قبل اینکه مسئولیت ها رو تقسیم کنیم دستکش رو دستت کن. ببخشید. مهمونا بدنشون خیلی برای ما 100% 100% همیشه مهمه. 100% خب. 100%. بلدی دیگه. تو خورد کن.
من خورد کنم. آره. من خورد خورد کردن که دیگه کار نداره آقا که. کاری نداره. هیچ کار میکنیم که. چیکار می‌کنی؟ متد تو خورد کردن چیه؟ راز موفقیت خورد کردن چیه تو؟ ببین واقعیتش من تو یه چیزی خواستم که نیاوردی. چی؟ رنده. آخ. اینو خورد بکنیم. دیدی رستوران نگینی میکنن خیلی حرفه‌ای و درجه یک. من دوستم اونطوری. مثلا من وقتی میرم تو رستوران سالادو میذارن جلو سالادو میذارن جلو. من مثلا رنده ای نیست که خوردیه دیگه. خورد کن دیگه. خورد کن ولش کن. امیر دلم میخواد جای این کلام تو باشی. بعد از جای این کلام نه من تحت فشار که اصلا اوکی. من بلد خورد کن آفرین. اصلا اینطوری نیستش که اذیت شی با امیر خیلی خوبه. اصلا اذیت نمیشه. ببین امیر که داره خورد میکنه من انرژی میدم بهش. انرژیو میدم که راحت تر خورد بکنه. چون این امیره چقدر امیر قشنگ باز شد. اوکی. امیر یه سوالی دارم. اینو من برمی‌دارم تا اون راحت خورد کن. قربونت برم. قبل اینکه خورد کنم دورت بگردم. جان. اون دیس سالادو بده. اون یکی دیس سالاده. کدوم دیس سالاده؟ اون یکی کباب توشه. آها کباب توشه. یه لطفی کن قربونت برم. خب ببین آقا سفره خیلی مهمه. چرا دارم میگم سفره مهمه؟ چقدر تو خوبی. من نوکرم. من اونا رو چیز میکنم. آفرین. تمیزی رو داشته باش که حرف اول رستوران ماه. دقیقاً. همین یه پیشنهاد دارم. جان بیا یه رستوران بزنیم با هم داداش. یه رستوران کاراتو بکن اوکی ولش. پیشنهاداتو تو امیر میخوام بردارم. ببین اسم رستوران رو بزنیم دو امیر. ولش. اینو میشه بکنی به جای اینکه امیر بازی کنی با من؟ چاقو داریم؟ نه. قربونت برم قیچی هست تو این کابینت بردار. دم دیگه. من خونه تو رو میشناسم مگه؟ کو. اون ته داداش چی چیزایی داری؟ داداش من اونجا همه چی دارم. اونا رو نیار. اون قیچی رو بیار. یه قیچی اون ته قربونت. ولش کن داداش. ولش کن. آقا من نخواستم. ولش کن. ما نمیخواستیم بگیم نینجای بازنشسته هستیم. جدی میگی؟ ولش کن. من نمیدونستم تو نینجای بازنشسته هستی. آره. دم دیگه. نوکرم. من گرفتم اینو. صفر آره. گرفتم. برو آفرین. تموم شد رفت. بیا. بده من. اون بده من. بذار اونجا. چه والله. چیزایی داری؟ خب بریم. خب بازش کن قربونت برم. خوشگل پهنش کن. اینجا قشنگ. به به تابلوت نخوره. حالا راحت. این ایزی. تمیزی کابینت هم آقا واسه خودش مسئله تمیزی حرف اول رستوران کم ماه. چیزی درسته؟ نیست. البته دو فکر کنم امیر. یه لایه دیگه داره اینا امیر. دو امیر. این یه لایه دیگه هم داره دورت بگردم. بیا برش تو. بیا داداش. قشنگ یه میگم. یه بار دیگه یه لایه دیگه میگی. یه لایه دیگه. چقدر لایه داره. لایه های زیاد. آره. این وریه قربونت برم. بله. طرح خوشگل داره قربونت طرح برم. قشنگ بیفته. قشنگ آوردم اینجا کابینت زیبا باشه. الکی که نیستش که. امیر آرتی باشه و اینجا خوشگل من نباشه. یه چیز بگم. جانم. رو راست بخوام بگم بهتر از من دیگه نمیاد. بچه‌ها یادتون باشه اگر مامانتون هر روز بهتون میگه بهترین پسر دنیایی خیلی باور نکنید. خب امیر جان دستکش هم کثیف شد. اوکی امیر تو خورد کن بیا مسئولیت ها رو خب تقسیم بکن. یه کاری کن. عالی. آفرین. ببین هویج دارین؟ هویج داریم. شما پوست من بکن. خورد میکنم. پوست پوست بکن. آره دیگه بعد خورد میکنم. بشور پوست بکن. من اینو خورد میکنم. باریکلا. بچه بهداشت خیلی مهمه. من برای همین خیلی حساسم. من معذرت میخوام. خب آقا این شما و این کلمه شماره 1. خب این رو ریز ریز باید ببینیم ها. کی بود میگفت الان بلدم؟ من میرم به کارم برسم. درآمد یوتیوب بهتر یا استریم؟ سخت شد. خیلی. ببین آخه استریم اگر من برای آره من یوتیوب. الان یوتیوب. برای من یوتیوب. ببین من تو استریما من بچه‌ها بیان خب ورد زبونم من بلد نیستم. اینجوریام. بچه‌ها دونیت نکنید. دونیت اجباری نیست.
واقعا اجباری نیست دیگه داداش. نه نیست. من میگم من واقعیتش میگم. من تو استریما همش میگم بچه‌ها برای خودتون خرج کنید، انگار به من دونیت کردید. بهترین حالت. دونه چیز عشقیه. نه من دونیتو گذاشتم واسه اینکه آره کسی مثلا دوست داشته. آره. ولی مسئلهش کجاست؟ اگر بخوایم واقع بین باشیم، ببین درآمد یوتیوب به دلار اول از همه اینه. بی‌منته بچه‌ها، خیلی بی‌منته. و خودتی و تلاش خودت. و ببین من الان چنل گیمم هم به تازگی مانیتایز شده. به به برید کانال گیم. یه چنل اصلی داریم که نزدیک 150,000 تا، یه چنل گیم داریم که نزدیک 50,000 تا. 5000. آقا این دوتا تا الان گیم که اصلا درآمدی نداره، واقعیت رو دارم میگم. و این دومین چنل گیمه. من یه بار چنل گیم داشتم و پاک کردم چون بلد کار نبودم. واسه همین بچه‌ها ادیت یاد بگیرید. ادیت یاد بگیرید. کار فتوشاپ رو در حدی که بتونید تامنیل بزنید یاد بگیرید. بچه‌ها میاید تو این سیستم به امید پولای هنگفت خرج میکنید، هیچی در نمیارید. از من از الان بهتون گفتم. خب یه سوال دیگه دارم ازت. چی؟ سوالم عذاب آور نبوده تا الان نه؟ نه. خب سوال بعدی هم عذاب آور نیست. بگو عزیزم. من این سوالی که ازت دارم اینه که به نظرت برنده میشی یا نه؟ نه. نه؟ داداش قوی داریم پیش میریم. همه چی داره خوب پیش میره دیگه. آبی حویج نگاه آقا کن. من رو راست میگم. من این آقا مثلا مجردی فقط دارم. اینجا رو آره فکر گرفتم. کنم بچه‌ها اصلا میدونن که آره من تازه خونه رو آقا گرفتم که اصلا فقط کار کنم. من نمیدونستم اصلا همچین برنامه‌ای قرار پیش بیاد. یهو پیش اومد. یهو پیش اومد. یهو پیش چطوری اومد. که دم خونه هم میشیم. و من واقعیتشو بگم اصلا فقط انجام دارم میدم به بهترین نحو خودم. یعنی به اون برنده شدنم واقعیتشو بخوای واقعا تا الان خوب خورد کردی. نوکرم. یعنی واقعا بهتر از تو دیگه وجود نداره. دیگه ببین دیگه اینجوریاست. بعد تو اصلا نمیاد دیگه. نوکرم. آقا من چی بگم؟ بدو دیگه تایم نداریم آقا. بدو. عاشقان آرتی. چاره بدو. خیلی خوب. خب آقا اینو بذاریم کنار بریم سراغ پارت بعدی سری. بره آقا. داداش ماهیتابه رو خب برای من سری بیار. خب ما الان یه مقدار حرارت دیره. یه سری چربش میکنیم یک مقداری در حدی که وقتی میخوایم پهن کنیم روش نچسبه، طعمش هم در این حال خوب باشه. خب ما الان اینو خاموش میکنیم. یه دستمال به من بده، اینو جابجا کنیم. ماهیتابه اول بیا اینو بکشیم کفش، بدش کن. بیا گوشت رو بکشیم تاش تا این کره نماسیده. گوشت رو بیار اول بکشیم تا این گوشت رو بیار. بیادش. خب باز کن روشو قربونت برم. من که دیگه هشت که نیستم که. اصلا مهم نیست. الان ما فقط انجام میدیم تو نذار. اونجا چیز مهمی نداری. قاشق میخوای حساب کنم. قاشق نه. بیشتر از اینکه قاشق بکنم من فکر میکنم چجوری کف این قشنگ باید پهن بشه. خب کف این باید پهن بشه، نبایدم خیلی قطور در بیاد. میدونی چی میگم؟ آره. این باید قشنگ پهن بشه. بعد آروم این پخت شاید حتی مجبور شیم چند سانس بسازیم بذاریم چیز کنه، چون آب میندازه این خودش. مجبوریم قشنگ وایسیم که خودش آب میندازه. آره قشنگ مجبوریم وایسیم این بپزه. خدا رحم کنه بهمون. خب بالاخره بچه‌ها رسیدن. اولین نفرم مثل که خانم مونچالد رسید. بفرم داخل خونه امیر. خیلی خوش اومدید خانم ملکا. بفرم. مرسی. وای خوب میاد. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید آقا. هر جا دوست داشتی. سلامتی. بالاخره دیدی. آره از کم سعادتی من بود دیگه. پیش نمیمد. کار داشتیم فعلا. خوبی؟ حالت خوبه؟ راه رسیدی؟ بده من به رسول کیفو بزنم. خب ملیکا جان خیلی خوش اومدی به خونه امیر.
فضولیت گل کرده نیومده شروع کردی. آره اون تابلو هم خیلی خوشگله. حالا یه ذره میخوای بشین دیگه. حالا نه آره به چیزی دست نزنی ها. آره همینطور میگم دست نزن آقا. آفرین. بفرم بشین همش خوشگله. حالا امیر اومد میگی که خودش نشون میده اینا رو همه رو. بفرم خانم محترم بفرم بشین. بابا که چی دیگه الان میره تو کمد همه رو در میاره دیگه. اوکیه آقا همش عالیه. من خودم اونجا بودم اصلا دست نزدم به این وسایل. آقا بفرم بشینید راحت بشید. از خودتون پذیرایی کنید. از رو میز امیر کلا چیزی نیست. خب چطور شد؟ خوب رسیدی؟ راحت رسیدی؟ من از رشتم بود سرطان بود؟ نه دیگه تو رشت سر دردانه بود؟ خیلی ولی اینجا سرطره فرق اومده؟ ولی بارون نه زندگی میکنم من تهران جای قشنگشو بلد نیستم من پس میگی دیگه درست میکنی بریم اینجا خوشمزه چیکم خوش الان خونه چطور خوبه فضا کلش دوست داری؟ خوشگله؟ من نمیدونم بیچاره شدم یکی هنوز کامل نشده دیگه چی میخوایی بزنی همه چی که جا داره هنوز به چند تا چیز دیگه میخوام بزنم خیلی شلوغش نکنم دست خودم نیست همش دوست دارم همه چیزی باشه قشنگ معلومه نه؟ همه جور شلوغ کردن قشنگ معلومه ببین قشنگ بازی ها انیمه ها و سوپر مچ ها اون برم میدی آرت بوکن آرکیده چشمه بله تازه این بالا رو نگاه کن واسه میدی جینکس توش انیمه رو تو دیدی کامل؟ باری کرد استریم کنیم آه نه هر شب بعضی وقتا بعد میکنم سعی میکنم هفته یکی دو بار رو داشته باشم بعد کاتینگ میشه ادیتورم بنده خدا جا مشکل شد دیگه ادیتور نداریم وادا خودم در میرم ادیت میکنم برای چنل‌های دیگه بعد روزی هم 5 تا ویدیو شورت میذارم کلا وقتم پره ویدیوتو میبینم قشنگ شد شاپت مبارک بده خودی لباس دارم میخوای ویدیو شورت بپوشی ببین کی اینجاست. قلب من اومد تو. آقا ایمان عزیز سازنده جوکر عشق همه بچهای یوتیوب فارسی اومد داخل. خیلی خوش اومدین آقا ایمان بفرمایید. نه اون نیست اینه. آره صابخونه مهمون داری؟ باز کن آقا ما شما رو کجا پیدا میکنیم؟ چکرت همینجا بگردی هستم برم من بیا تو آقا تقدیم شو بابا این کارا چیه ایمان جان؟ آقا چه خودت گل ایمان جان بله اونو میدونم بعد همین گیاه گرفتم گیاه گرفتی؟ چون گل که هست سلام چطوری خوبی؟ قربونت برم به به چه خونه خوشگلی آقا قابل نه آقای ما مال شما همش مال خودت این سلیقه تو اینجوری میکنه ولی آره قابل نداره چکر بکنم سیستمو بدم حالا شب رفتنی چشم چه کرده؟ اینم نفر آخر خانم پیکسی. یکم دیر رسیدین ولی خب بالاخره رسیدین دیگه. بفرمایید داخل ببینید که بقیه مهمونام رسیدن. منتظر شماییم که ان که بریم شب خب نه خانم بالا نیستش. من طبقه رو اعلام کرده بودم خدمت. بله همین زنگو بزنید. آفرین الان امیر میاد. امیر بیا. سلام چطوری؟ خیلی خوش اومدید بفرمایید داخل مرسی. چه خبر؟ هیچ بابا چرا زحمت کشیدی؟ دست درد نکنه چطوری؟ سلام خوبی بهم سلام ایمانم چطوری؟ خوبی چطوری؟ قربونه نمیشه من چهار اصلا فکر نکنم اصلا ندیدی آمو نه خوبی؟ بذار کیفو کاپشنو ببرم مرسی خواهش میکنم جانم داداش به چی نگاه میکنی؟ دوربین ندیدی؟ کاپشنو ببرم بذار هرچی میخواد بزنم مرسی خواهش میکنم فقط دیگه ببخشید من کلام سفیده ولی بقیه هم مشکیه
تمامش غیر از کلا. ات نداری یه تضاد ایجاد کردی خوبه. من بدم مامانم بشوره اونم یه رنگ دیگه به تعبیر میداد. ای بعد خودت لباساتو بنداز ماشین که حواست باشه. من خودم هم این کارو میکنم، فرق نمیکنه. یاد گرفتم. چه قشنگه این دیواره. فن سوپرنچرال هم هست. خب راحت رسیدی؟ خوب بود؟ من ساعت 5:30 تو راهم. 5:30 تو راهی؟ از کدوم شهر اومدی؟ من از رشت زودتر رسیدم. وای سن سنایی هست. آره دیگه هست. وجود داره؟ پشما من همیشه فکر می‌کردم دروغه. نه دیگه من اومدم اصلا. آخ چه جوریه با اونجا؟ نه جدی از 5 دوره. خیلی این واقعا ترافیک. همین 5:30 من درخواست دادم که یکی منو گردن بگیره بیاره تا الان. نه من خودم چون تو ترافیک موندم فقط میخوام بدونم که دیگه انقدر فکر نمی‌کردم اوضاع بیریخ باشه. من 5:30 زدم یکی پیدا کنه، یعنی ماشین پیدا شه که بگیرم بیام. یه 10 دقیقه هم اون طول کشید. چقدر دیگه رفتی بله. ترافیک تهران هم که مصیبت نامه است. خیلی وضعیت. افتضاح اصلا وقتی یه جا قراره برم پنیک میکنم. ببین مپه دیگه قرمز چه نبود. دیگه تو هم کوتاهی. نه بابا من خود گواهینامه‌ام ندارم. قرمز و نارنجی آبی ماشینم نشون ندارم. میده. بله قهوه‌ای بود امروز. یه ذره هم قهوه‌ای تیرتر بود. وای اگه که دلیلی که گواهینامه نگرفتم ماشین همینه. گواهینامه نگیر. گواهینامه نداری؟ ندارم. گواهینامه نداره؟ من نه امتحانشو دادم. نه من رفتم امتحانشو دادم. کارتکسم هم اوکی بود. یعنی یه بار افتادم دیگه نرفتم. واقعا نمیشه. خیلی از ارتفاع افتاد. آخه افتاد تو داستان دانشگاه و بعدش هم کرونا دیگه کلا دیگه کنسل شد. آخره کارتکس. اصلا الجدیده. نه با ما سنم زیاده اصلا باورم نمیشه. نه من جدی دارم میگم به قرآن نگرفتم. چرا اسپانسر گفتی؟ نه به خدا. عجب آدمی هستی. آخه مگه میشه گواهینامه نگیری؟ نگرفتم به همین راحتی. بعد بلدی یا بلدم؟ بلدم رانندگی بلدم. ولی نمیرم دیگه طبیعتا. آقا مگه شما بفرمایید شما دعوت نشدید؟ میخواید که من راجع به غذا و اینا صحبت کنیم؟ ما تمرکز نمی‌کنیم. نه شام مگه بفرمایید شام نیست. بو غذاتون می‌فهمی؟ اولش من اومده بودم یه ذره بو همسایه‌شون بعد نبود غذاش. هیچ بویی نمیاد. میدونی چرا؟ غذایی نمیاد. میدونی چرا؟ آماده گرفتی. یه مقدار اینا منو هول کردن. آماده گرفتی. ما از ساعت 3 اینا نه به قرآن. کترین. هست. اگه اون بود که عالی بود. من مصیبت که من برای این برنامه یخچال گاز آوردم. اینو تمس 2-3 بار گفتم. بله. من 5 ماه اینجا یه دونه یخچال گاز نمی‌خواستم. آها یعنی چرا با گاز هم کار نکرد. چرا؟ بفرمایید شام دواشم برای یخچال گاز تهیه کنم. دقیقاً اونجوری شد دیروز دیگه. گاز اومده. دقیقاً دیروز گاز اومده. خب امیدوارم که تا اینجا برنامه لذت کافی رو برده باشین و امیدوارم که تونسته باشیم یه برنامه خفن رو تا اینجا براتون رقم زده باشیم. اگه شما یوتیوبرین و توی ایران قطعا میدونین ما تحریمیم و درآمدمون رو نمیتونیم خودمون از توی یوتیوب برداریم. قطعا یه چالش خیلی سختیه که خیلی از یوتیوبرها باش دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. حالا شرکت یوبر یه شرکت خیلی خفنه، معروف به حلال چالش یوتیوبرها. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگه چالشی دارین، هر مشکلی توی یوتیوب دارین، یه سری سرویس‌ها دارن که اون سرویس‌ها رو میتونین استفاده بکنین و مشکلات یوتیوبی خودتون رو حل بکنین. در کنار تمام اینها درآمدتون رو با کمترین کارمزد نقد میکنن و معاف از مالیات آی پی آمریکا هستن. بچه‌ها خوش اومدید به پارت چالش. همونطور که تا الان متوجه شدید این بفرمایید شام با بفرمایید شامای دیگه خیلی فرق میکنه و متفاوته. ما توی 4 شب مختلف 4 تا چالش داریم که چالشامون خیلی خفن و درجه یکه. بریم چالش اولو بهتون توضیح بدم. چالش اول اینطوریه که ما چندین لیوان مختلف داریم و بچه‌ها به 2 تا گروه 2 نفره تقسیم میشن و داخل لیوان‌های حریف خودشون توپ رو میندازن و زیر این لیوان‌ها کلی مجازات هست که اون تیم باید انجام بده و تیمی که بیشترین توپ رو داخل لیوان حریف خودش بندازه برنده چالش امشب میشه و امتیاز این چالش مستقیما تاثیر داره توی امتیاز نهایی هر فرد. بریم چالش داشته باشیم. چی شد اینجوری شد؟ چه فکر ما مهره مار داریم؟ نه خیلی خانم. آقا بفرمایید. خانم آقایون اول باشن. نه خیلی اون مال اونایی که مهره مار دارن. ما نداریم. کجا میری آرمین؟ یا آقا تو دل میدوه این با کی کار داره؟ چرا؟ خب
واقعا فکر کردم بیفته تو لیوان. من معذرت میخوام. اون لیوان رو برداریم زیرش رو. من معذرت میخوام. معذرت نخواه. من از این نشسته بودم گفتم حاجی الان از زمین. کورنفلکس. کورنفلکس، بله، محتویات کورنفلکس کمی شیره و ماکارونی خام. نوش جانت. ماکارونی خام از سوپرمارکت می‌خری چیزی نداره. اما با این دانشت کباب درست کردی؟ نه من فکر کردم این تو رد کنی نمره کم شه. من انتظار نداشته باشی تک تک ماکارونی خام استفاده. یک دونم بخور. یه قاشق. از برنامه از این رئیس برنامه چیز آقوز. بله. نوش جان. به خدا باید نیست. بفرمایید. مطمئنم. من هیچ مشکلی ندارم. من دندون ندارم. آی. چه مجازاتی خوبه. خانم پیکسی بیشتر خوشش اومده تا اینکه بخواد این مجازات باشه. همه رو میل کردین. نوش جانتون. یکی من به ملیکا میخواین تعارف بکنه. تعارف کرد. کورنفلکس. ببین من نودل خامم خورده بودم ولی ماکارونی خام نخورده بودم ولی اونقدی تفاوت نداشت. حس بدی نداشتم. ماکارونی با شیرتون باز امیر بندازه. هم سیوات آدم به پلیس زنگ نزدن. بابا بلم کن آقایون. کامپلکس چی؟ کسی میخواد بدوه؟ اوی ساعت خواب. آقا چشمای پیکسی رو باید ببندیم دیگه. چشماشو ببندید بچه‌ها. با بازش نشد. الان ایمجین با بستش بندازه کار تموم. من واقعا نفیدم. مرسی از ماسکه مشکی واسه میتونه. بچه واقعا بنداز بابا بنداز. دارم میبینم. من کجا گوش با هم تیمی میتونه راهنمایی کنه؟ ما که بردیم اگه اجازه بدید. من اوکی چه اوکی فهمیدم. آره. چون نوبت توه. من انداختم. اوکی برو. مگه میشه؟ تو چشاتو ببند ببند. خانم چجوری چشم بسته توپو انداختی؟ من سوال دارم واقعا از شما. خیلی سوال به جایی بود. نمیدونم. شاید حس شیشم قوی دارم. تونستم با حس شیشمم جلو برم. امیر سلوش. من که منم برو واسه خودت. یکی نم به همه من این باید تا آخر بازی بشه. پاتو بیخیال شو. پاتو چسب می‌بندی. پاتو چسب می‌بندی. قطع کنی؟ قطعش کنه؟ تو بیخیال شد. چرا تو باشه قطع کنه؟ پاتو قرار چسب بزنیم تا آخر. چسب. یعنی چی تا آخر چسب زمان بزنه؟ چالش. یعنی یه جا باید واسه. بعد ناراحت باشم؟ یعنی چه؟ تیم بورک. من تو از آسانی لطفاً واسش بدم. همین نظر راجع به چالش‌ها و مجازات‌ها. افتضاح بود چالش یویتون. واقعا دلم میخواست که توپ رو فرو کنم توی لیوان ها. آره اونمی چسب دیدی چجوری کرد؟ برو بزنه برو نوبت منم توپ را بدهی. اون لیوان آره هستش. خیلی دشتم. باور نمی‌کنم. خسته نباشی دو بار خوردونی زن یه بار می‌خورد. چرا نیست. گفتی یک فقط بار. یک بار بخوره. تو الان یک بار زدی یک بار چون فاصله‌تون کمه. الان چی؟ اون قانون اگه اونجوری باشه دست که ما اینجوری کنیم. حالا بره. من قبولت دارم اون چیز. نه نرو. بالا بزن. اصلا این تو زد بزن. آقا من اصلا نفهمیدم این چرا عجیب غریب شد. باشه بزن یه بار بزن. یه بار که بزنم بدونم. باشه حامی او. من اصلا باشه با پای بسته چجوری نتونستی؟ من با چشم بسته تونستم. آفرین. تو اینجا دست چه نبود. چجوری تونستی؟ ببین اگر بای بابا مهمی والا نه؟ یعنی خیلی واقعا تو به پیمون چی بکردی؟ من دیگه خیلی شروع کردم. اشتباهی شروع کردم. بدم
آرام پیش بریم وقت نمیدی قبلت بگیره چی هست اصلا؟ استوری درخواستی هرچی بچه ها بگن باید استوری کنم. خب بگو اوه اجزاده یه چیزی درست کنم. باشا از این وضعیتش بایسته ببینیم گیرمانش گرفتن و خجالت آور وضعیت مهمی چجوریه؟ نمیتونم اجرا کنم متاسفانه خب باید میشه بس دوتایی برقصن؟ به من چرا بگیره یه نفر فقط. ببین با اشبه باشه خیلی من مأمورم و مزدور ببخشید بازش میخونی؟ آهنگوش میذاره آهنگو آهنگوش بذاره؟ الان بخون ریتمو داشته باشه آره مهره مار داری آن دقیقه برو یه درسته مهره مار داری تو دلبری آها بیا وسط نه رقص پا نده رقص پا دارم مگه پشت هم نشون پشتش چجوری نشون امیر چجوری راضی شدی اون استوریه رو بگیری؟ دیگه مجبور شدم اون استوریه رو بگیرم چالش بود دیگه اصلا بهتر آسون بود با اون چیزی نبود که آخه اصلا این استوری بود دیگه چرا قشنگ نیست اوکی ببین اینو بنداز یه جایی که خیلی بالا معلوم بود من یه چیز کم نه پیسی بگم. میخوای ماسکتو بزنی؟ ماسکش به دست دیگه علمتر. من کورم اما تو ببندم چشمو نه میشه به نمی‌بینم. دست دادی بابا باری کلا بابا باری کلا یه دل سخت میشه باید بسوزی سوختی باید بسوزی؟ یعنی چی؟ یه چیز تنده احتمالا نودل دویکستان میخوریم؟ نمیخورم نه واقعا نمیخورم خب من خودم پیکسی با اینکه میدونستی چالش تند امتیاز منفی داره چرا نخوردی؟ چون من معدم 2 هفته پیش مسموم شده بودم. بعد مسمومیتم اینجوری بود که خیلی معدم درد گرفته بود. احساس کردم الان تند آتش اینا بخورم دوباره معدم به هم میریزه. من روش نتونست چیزی نیست آه خدایی من هم زکات در کم بودنه چقدر یه لیوان جلو اشکال نداره چقدر قوی اوه، خیلی نزدیک بود خیلی نزدیک بود این ولی میره برو کجا میره ولی کجا؟ بیرون خیلی شبیه انداخته اونی که میره ایمان تو اول تیمی ما خب امتیاز باید یکی کم میشه من نفهمیدم تیچر شد چالش تیچر شو اینطوری که شما تا آخرش باید انگلیسی صحبت بکنه دیگه. So hard I can't speak فارسی شما مثل بدتر. شما مثل هم داریم. ما آدم باشیم همه بدتر یه داریم غالتا همه یه مساوی دارن. Look at me اوکی Get this ball Okay, Ping pong ball yeah, I know. You can do it. من نفسشم رفتم In your dreams. چون رفتیم تو پازیتیویسم من بعد بندازم یا هنوز آقای مامه؟ منم منم؟ آره توی راست بنداز دیگه نناز Look at this Look at this. Yeah این نه می‌تونی به زبان مادری علش ملوش. یه چیز آیتم ترش باید بخوری. خیلی ترشه. خب چقدر ترشه زد ترشش ترشه میشه. نگیرم من مریض هستم آتزی اینو چرا یاد نه آره چی میخواد بده؟ ملت بودش کنم چه کجا بالاخره رفتیم من یه یکی به حلی بوشم ملت بودش کنه ببین چیه اون شت چیه اون؟ این از این خیلی خوشمزه است ببینم بگم خب نه. آدامس. دو تا آدامس. آدم صافی طوره رد. آدامسه؟ بابا بخور بابا اونجوری دندون ندارم من بده من چرا مشکل دندونش عالی است. بابا این کامپوزیت این خوشی یک ذره باید بجوری. آقا من به نظر چرا اکثر چراش گردن امیر میافتاد؟ دیگه نمیدونم زرنگی منه بدشانسی اونه نمیدونم
چی؟ خب کمکشون رفیقمه. ای بابا رفیقم من کمکشون. یاد بگیر چیشونو نبر اونقدی توش نیست میشه محافظ نداشته باشی نه خیلی ببین انقدر ترشه باورت نمیشه اوه. من اون نرمشو بزن بجمانم همه رو همه شو آقا مگه چالش برای امیر نبود؟ شما چرا کمک حالش شدی؟ آیتم به این ترشی شما الان داری کمک. فکر کنم خوشت اومده آقا، ما خوشت اومده. چرا به امیر کمک کردم؟ کلا من انسان نظر دارم میزنم، دوستشم امتحان کنم اون آدم سر رو. واقعا برام جالب بود دیدم که این چقدر ترشه. من چون خودم خیلی ترش دوست دارم. جدی سر شد جدی ترشه؟ آره خیلی به نظر نمیرسی 3 دفعه عمری بره به دیوان بابا بیرنازم. تموم نشده به دیوان آره نیایی شد پیسی باید یه رول دست نه باید یه رول دستان رو پیچه داره نیایی شد چی؟ چرا؟ یه رول دستان رو بپیچه دوره تو چرا بارسی حرف میزنی من نمیفهمم؟ دیگه اضافه هم دیگه ترشی برده همه یکم تا موقعی که با اون جور کنی من خدا رو ما کنیم دیگه. بیا ببینم آره من باز کن ببینم آره بابا یاده ولی پای تا چرا این تیچرش در اومد؟ یه دونه بود فرق داره سه اشتباهش کلا نور شد کاملا این مردون زنونه است دیگه. دیگه باشه من نمیشه که بالین اینو نگه دار بچه میدینید ما داریم پاره میشیم اینا مومیایی این دستمال تنهایی آخه تو نگاه کن چقدر ناز داره مومیایی. بعد الان با این وضعیت چجوری دستش کار کنه که توپ بندازه خب ملیکا نظرت راجع به چالشی خودت چی بود؟ به نظرت چالشات آسون بود یا سخت؟ به من یه دونه مومیایی افتاد، همین که چیز خاصی هم نداشت. این هم بود از چالش امشب. همونطور که می‌بینید خانم ملیکا داره مجازات خودش انجام میده دیگه. تایم نداریم، باید بریم شام بخوریم. بچه‌ها همه چالش‌ها رو انجام. امیر اونجا ناراضیه، داره اعتراض میکنه. آقایمان اونجا وایستاده میگه من شام میخوام. بچه چالش تموم شد دیگه. بریم سراغ شام و پارت‌های بعدی. برنده این گروه هم یعنی این چالش هم شد گروه آقا ایمان. این میکروفون خفن رو دیدید؟ شرکت بهین مدیا در اختیار ما گذاشته. شرکت بهین مدیا تأمین کننده تجهیزات صوتی و میکروفون‌های خیلی خفن و درجه یکیه که این برند یه برندیه که بچه‌ها خیلی کار آمده و اقتصادی تر هم از نسبت به برندهای دیگه که مثلا رود یا مثلا میکروفون‌های دیگه. و شرکت بهین مدیا این میکروفون خفن 4 کاربره رو برای ساخت برنامه بفرمایید در اختیار ما گذاشت و به نظرم خیلی خفن درجه که خیلی هم به کار ما اومد. شما هم اگه میخواید تجهیزات صوتی تهیه بکنید، میکروفون بخرید در انواع مختلف، فقط این میکروفون نیست، میکروفونای نمیدونم برای استریم، برای گیم، برای ضبط برنامه پادکست، هر چیزی که بخواید شرکت بهین مدیا داره و نمایندگی رسمی بهین مدیاه. و شما میتونید با کد تخفیف پیجی تیوب تا آخر بهار همین امسال یه تخفیف خیلی خفن بگیرید و هر محصولی که تهیه بکنید با کد تخفیفی که بهتون گفتم و این زیر داره نمایش داده میشه میتونین محصولات کامیکا و از شرکت بهین مدیا هر تجهیزات صوتی که خواستید خریداری بکنید. دمتون گرم. بریم سراغ پیش غذای امیر جون. سوپ این چی آقا؟ این مجازات اصلی اینجاه. خدا به خیر کنه. شاید هم آقا ایمان باری آقا ایمان کرد. شما خودت مهمون هستی. بله ای بابا. آقا ایمان کمک منم هست دیگه. فردا میرم تبعیض جنسیتی. بفرمایید بچه‌ها قاشق چنگادم الان میدم. دارم بو میکنم. جدی خوبوش؟ آقا دستپخت منه دیگه آقا. آماده؟ نه داداش. آه رشتی خودم پختم. عجب قارچاش هست دیگه چون تاکید جو و قارچ بود. قارچاش نیست. من نه قارچ میبینم نه سوپ قارچ کار داشتن رفتن مالت. اصلا بوشو نگاه کن. قاشق اینا رو باید نشون بدم. بله مرسی. با چنگال که 100% که
بفهم. جو و قارچ. نه قارچ بابا قارچ. آقا جوش کی گفته جو؟ یه چیزی بگم نه قارچ من قارچ چه لعابی توشه بخور مزهش قالبه. چه لعابی ولی مزه قارچ گفت قالبه. بخور خوشمزه. آقای ادیتور میشه اینجا رو سویچ بزنیم اون لحظه که داره اینو درست میکنه؟ خیلی نه مزه لطفا سوپ آماده سویچ میده. بزن رو اونجایی که نه، من تاکید ببین. کردم قارچ خیلی دوست دارم. ببین از این بسته زردا نه به خدا. آقای من حدست درست بود ولی از اون بسته آبیا بود، از اون بسته زردا نبود. که شما انقدر گشنه میشی که هر غذایی برات خوشمزه است. نه غذام خوشمزه است. نگو ببین اینجوری. غذاش واقعا خوشمزه است. خب؟ بچه به نظرم وایسیم خود میزبان. نه آقا بخورید ما من واقعا رژیمم گوش بخورید بره. بخورید و بچه بیاشمید. میگن سرآشپز از غذای خودش خوشش نمیاد چون بوش خورده. راستشو بگو اون چرا ساقیه نمیخوای داداش. بخوری؟ متای خوشگیر نمیکنه. من چون سوپ دوست ندارم سوپ به نظرم غذا نیست. یه قاشق بخور. خب نخورد مطمئن شم نمیدونم. نظر راجع به پیش غذای امیرآرتی چی بود؟ خوشمزه بود، ددمزه بود، چجوری بود؟ پیش غذا که منظورتون همون مایعی بود که توش یه بوی ادویه‌ای بود و اینا یه سوپ میداد. که مثلا سوپ جو قارچ بود که قارچی هم نداشت جویی هم نداشت پودر همه اینا توش بود. ماکت سوپ بود. ماکت سوپ آفرین قشنگ گفتی. حالا حق قارچی که گفتی اینه ببین من میکس کردم رندی شده توش. قارچ. عجبا. سوپ جو و قارچ این قارچه. بچه قارچا رو قشنگ میکس کردم شما خوبه ولی چون من قارچ دوست ندارم آخه میدونی؟ اینجوری خیلی خوبه. واقعا من تاکید داشتم که عاشق قارچم خیلی خوشحال شدم. خیلی دوست داشتم من نزدیک آدمی میرم که قارچ دوست داره. آره. مگه میشه همچین چیزی؟ سلام. میگفتی سوپ خامه درست عجب اصلا نمیدونستم. خوشمزه سوپ دوست دارم هر نوع سوپی. جدی خوش باحال اصلا سوپ میذارن جلوی من ناراحت میشم. پس چرا پیش غذا سوپ انتخاب چون کردی؟ بچه‌ها گفتن این من مگه به من باشه شیرینی میآوردم. یعنی پیش غذا فقط تو ذهنت یا سوپ یا باقلوا؟ باقلوا که نمیتونه پیش غذا باشه که. دسر طبیعتا. ولی پیش غذا خوب نمیشه. باقلوا واقعا دوست نداری بچه‌ها باقلوا؟ دوست دارم نه به عنوان پیش غذا. یک امتیاز کسر شد همینجا. چرا؟ فنر کجاست نه؟ من خودم دارم از این سوپ دلپذیر میخورم خیلی دلپذیر. ولی خیلی یواش. دلپذیر؟ سرعت ما خیلی دلپذیره. مارکشه؟ سوسم. چیه؟ مارک سس سوپ است. مارک سوپ چیه الان؟ ببین واقعا من از شرکتی که این سوپ آماده رو تولید میکنه ممنونم. عزیزم آرتی برند. ببین امیر آرتی من عزیز خودم عاشق این سوپ آقا آماده تو مرغ میگیری شما میگی برند. ما همه با این تم آشنایی. من عضوی هم میذاشتم میگفتی نامینوه. نه اسپیه نمیوردیم تبلیغ نشه گروه باباش پول که نمیده. ولی آماده است. نه به خدا من آماده کردم الان آماده است. آماده. راست میگه این آماده که آبجوش این ریخته توش. راست میگه ویدیوش میاد میبینیم دیگه. بابا من قشنگ نشستم اینه؟ رنده کردم قارچو انداختم تو مخروط. ویدیوش میاد میبینیم. آقا یه دقیقه وایسا. اصلا امیدوارم دروغی که میگی این آقا راست تو باشه. خونهشون یعنی تو خونش آشپزی که نمی‌کرده تا الان رنده داره. آره امیر جان. آقا من میتونم رندتون رو ببینم؟ بله امیر جان. خب بچه‌ها من نیازه که یه اعترافی بهتون بکنم. این سوپی که بچه‌ها دارن میخورن آب جوشه و اساره سوپ که اونم خودم درست کردم. این از این و اینکه رندم قرار بود من بیارم که نیوردم. من که خیلی گشنم. نه خوشمزه. آخه این آقا اصلا آخه سوپ آماده یه جوری درست میشه کلا اون موادش که همه دوست داشته باشن. خوشمزه است کلیتش. آقا غذا خوب ولی این بوده. آقا اصلا چون خیلی هم آدم فعالی هم هست قربونش برم اصلا وسایل پخت غذا نداشت و الان میگه من رنده کردم. رنده یکی از چیزایی که کسی که حتما آشپزی میکنه داره. آقا من رنده دارم بیارم. آره. بیار. بابا چرا بنده خدا رو مجبور میکنی من بنده برام سواله بیاره؟ دیگه میخوام امتیاز بدم دیگه. ولی من به اون جایی امتیاز میدم که سوپو داشت برامون جا آخه من هر شب از این سوپا میخورم. نمیتونی الان مارک شما من بگید من خیلی خوشم اومد. آرتی
نمیشه آقا مگه شما نرفتی رنده رو بیاری؟ چی شد رنده پس؟ این پیگیر غذا شدی که. امیر جان اینا شو واقعا جوری که پرزنت کرد سوپو زیبا بود. یه دقیقه میتونم داشته باشمش؟ بفهمی چی بود این هویج باشنده شده اونم پارسال. عزیزم ولی توش هویج داره واقعا. تو خوردی سر آقا دیگه اینا. دیدیم دیگه باید بپذیریم. اینها بله حق با شما بود. من قربونت اشتباه برم. کردم. دیدی اشتباه کردم. هویج ولی پارسال. الان که رنده رو دیدم فهمیدم چرا همه چی دیده نمیشه. آره من یه کمک رنده دارم. نیست رندمه. رندم. خب بچه‌ها سوپشون رو میل کردن، حالا داریم بریم سراغ این شاهکاری که امیرجان درست که ای داداش کباب تابه‌ای ما اصلا تهدیگ نداشتی، نه کجا آوردی؟ خیلی عمالی. برو بذار سر میز ببینیم بچه‌ها چی میگن دیگه راجع به چرا این از هم واز شد. بفرمایید بچه‌ها کباب تابه‌ای امیرپز جدید. برنج دون. مارک برنجتون نمیدونی ولی. نه ما مستقیم از شالیزاری که خودمون حالا توش یه خودمون محسن کاشتیم میگفتی، میاریم معروفه. ما خودمون خودمون چه پیشرفت کردن. ما خودمون- اینا داشتم من دیدم. میدونستی آره. کارم درسته چند نفرم توش کار میکردن. نمیخواستم بگم صاحب یه شالیزارم شاید. بچه صدا رو باید میزدی روش. خیلی واقعا تدیگ جذابی دارم. قربونتون تدیگ دوست داری ایشالله؟ عجیبه. عجیبه. خیلی عجیبه تدیگ دوست داری. بچه من خیلی خوش غذا. غذا نیستم. کیک بفرمایید کیک کیک گو همش ببین قیافش یانو گرفته. آره. طعمش هم بگیرد دیگه طعمش هم بگیره من با بقیه اعتماد کاری ندارم. گوله رو بله بفرمایید چیو؟ یه دونه گوله کار. گل تدیگ اینجا بود. آقا اینو من یعنی می‌خوام. چی تبعیض جنسیتی تا کی؟ نزدیکتر بود بخون واقعا چه آقا ایمان این همه تعدیق بفرمایید این همه شیکم نمیخوام. بگی. بچه من دستم رو خمیدم دوزن اگه خودتون چیز کنید که ممنون. من اینو هیچ خمیدم چرا توی چیز دستتو خمیر دندون نزده بودی؟ نه اول که زدم خیلی سخت هم منو بودم ببین. میخواین کارو باشقاباتون رو بدین براتون تعدیق بذارم بچه بدین تو رو تعارف میکنی آقا ایمان قربونت خدا برم لعنتت کنه. فقط نمیدونم این نونا چه خیلی به هم وصله نه. والا نمیدونم هزار لا. نمیدونی مگه تو درست نکردی؟ چرا من دیگه فشار دادم تو اون مسابقه. این چه نکته زیرک نمیدونم به چی وصله که کنده نمیشه. کاش کمک اونا رو پایش کنی. قفل زدن نبرن. نمیدونم آها خمیر دندون داره. آره آها من با ذوق بابا وایس داره. دارم روها رو برمیدارم. این بیا. مشکل رو بدی من برات بکشم بعد دیگرم خوب آجی یکم چیزه. یکم من هر چی چیزه بذار برای من. همون باید این کارو کنم. به نظرم همونم باید بذارید واسه آقا ایمان. دیسو میخوای آقا ایمان نه اوکیه من اگه میخوام برات تعدیق آره، بذارم. همین، گفتم. همون میخوام جدا کنم. ببین این نهادی من اینجاست. بدی من رفتم. مرسی. این؟ آره. این بیار الان میفته. بده قربونت برم. خیلی خوش اومدین بچه‌ها من اصلا خیلی خوشحالم که امشب شما رو اینجا دارم حاجی یکم سخت نمیدونم چی کار دارم میکنم. فردا شب هم با همین. اینو باید شما این کارو همینجا کنی. بودیم. من دستمو سوزوندم این زحمتش افتاده به پای شب شما. ما هم دستمون میسوزه پر. اشکال نداره منم میام کمک دیگه میشم میشه تعدیق آره، اصلا ملیگا منتظر تعدیق بذار یعنی چی؟ من چی تعدیق ولی صدای دیگه چقدر خوبه. ببخشید دیگه من گوجه هم دیگه- از بذارم. دهن من. خب من دیگه خودم تو رو خدا برای هم بذاری. نه دیگه من نزدیکم بچه‌ها برنج و فلان. اوکی بخورید تو رو خدا امیدوارم که بخورید و بیا شامی داد و بیداد نه. این اون گل تدیگر رو که من برداشتم واقعا خوشگل ترین قسمت تدیگر انشالله بود. که بیفته. نه افتاد صدایی خوردم خیلی هم میده. خوشمزه بود. چه صدایی میده کردیت میدم ببین بخورم. حکم اون وسط هندونه رو داشت داره. چه خب میریم تدیگرش خوب بود. گوشتش چی؟ من فعلا دارم با تعدیق سماق
وایسین آقا سماق آوردم میشه هزینه کردم سرش؟ من یه مشکلی فقط دارم. جان روی میز من سس قرمزه. میدونی چرا؟ استفادهش چیه؟ شاید یکی با سالاد میخوره. من آفرین مرسی تموش آقا من یکی اینو بده بزن. مسخره کردم. کی سس رو با سس قرمز میدن رو سالادش؟ گفتم شاید که دوست داشتی باشی گرفتم دادم جدی کلاس شوخی میرین؟ من متوجه اینو آوردم آها نمیدونستم من فهمیدم. میدونی چرا سس قرمز داره؟ خیلی با مهمه. تعدیق خیلی مهمه. حتما اینو ضبط کنید میخوام بگم. سس قرمز میبری چی آورده؟ چون سس فرانسوی نیست. یعنی چی داره خانم؟ میگه سس قرمز رو الان کی استفاده میکنه گذاشته اونجا؟ میگم شاید یکی با سالادش سس فرانسوی میخوره. اون سفید قرمز رو ترکیب کن. طنز بودی؟ نه واقعا گفتم. نه بچه بیاید سماق بچه بیاید آره من بدون سماق واقعا رو بمیکن. خودت هیچ تلاشی نکن خب که جمع کنی همه چیو. خب بهتر از من توضیح میده من چی بگم یعنی صفر کارخون نه داره چیزی بهت نشون میدم. آها. یعنی حتی اینم میدونی چرا گفتم مهمون میاد خوش باز میکنم میبینه اینا نوعا خوشش میاد تو اون وقت چجوری اینجا سموق زده بودی ولی اون بسته بود؟ درشو باز عالیه. بده. فکر نمی‌کنم. نظرم تو هم باز کن. آره درش بیار اون گیر کرده هنوز آره اونجا. من اصلا میدونم اینو به درد نمیخورن خودم بازش کردم الکی نگو. به خدا به نام خدا. اون سس فرانسوی خیلی بهتر بود جمع کردن تا این گفتی الان. ولی نگاه فکر چجوری نمی‌کردم هست؟ همچین طعمی یه داشته چاقو باشه. فرو کرده این تو. بابا بلدم به خدا بخورید لذت ببرید خوبه نه جدی خوبه بچه تعریف کنید ببین چقدر خوشمزه است که کسی صحبت نمی‌کنه. به همه مشغولم چرا نمیگی گشنمونه؟ نه دیگه ببین چقدر آخه من یه ذره گشنگیم به اون سوپه رفت. ببین یعنی الان داره تصمیم درست رو میگیره سوپه که آماده بود. سوپ آماده آرتی چرا خود اسمشو بگید خیلی برام مهمه این قضیه سوپان چی؟ آرتی چیه؟ منم اسم من نه چیه اسم برند سوپ میخوای بذاری؟ آره کارم خوبه گفتم تو دون نشون. مطمئنی گاز نداره دیگه؟ بدون گاز. مکس آخرش خیلی مهم بود بدون نگاه آره بابا. بچه کره آوردم کره بخوری آقای من کره آقا من اینو انقدر گشنم بود کسی دوغ میخواد؟ تلیه رو بردم بله. یادم رفت. متشکرم. من اینا ذوق کردم اینو دیدم. بچه دوغ. اون کمه بقیه نوشابه سفارش بدم. لیموناد و دلستر انگور هم هست آره من دلستر گوشم اینجا. آره انگور اگه هم هست کسی خواست میتونه دلستر. گفتم که ما چیزایی بد چیز نمیتونیم ما چی میگن مشتقات دیگه انگور که نمیتونیم گفتم خودشو اوه. بخوریم خود انگور با غذا خود آره تاریخ داره. فکر نکنیم که گذشته و خراب شده. فکر نکنم با این غذا اصلا خیلی نمیسازه زیاد همون چرا دوغ. بابا؟ دو من آورد من برای خودم اون گرفتم چون من دوغ نمیخواستم یعنی که دوغ کلا هم دوغ و ماست مسمومیت رو کم میکنه. خب آره. پس بخور. این شوک شد. یه راهنماییت کنم خدایی یا من سختی سالادو بده. چی شد منتظر راهنمایی بودی؟ راهنماییش یه رفت راهنمایی این بود دیگه. راهنمایی گذاشت کنم. این بود راهنمایی. اینو باز کنیم بله. نه من میذارم دیگه مهمان میخواد برداری دیگه شما هنوز دستت خمیر دندون داره؟ بمان رو شلوارت برید. نه دیگه صفر شده اصلا چرا اون حساسیت نداره بفرمایید. بفرمایید به 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 به. خوشگل زیبا پدر من این اصلا تو ویدیو بعداً ببینید من اون، چقدر راحت چرا پدر گفت؟ سالاد چیه اون؟ کرگردن. کلمه همش. کلمه همش پیاز نریختم چون میترسیدم پیاز دوست نداشته باشه برای همین شیرازی نیاوردم خواستم شیرازی بیارم من بیشتر حواسم به این قضیه بود ولی منوت کم ریسکه.
میدونی میترسیدم که یا کسی بدش بیاد یا کسی حساسیت داشته باشه. بیشتر به فکر این بودم. بعید میدونم یکم نه به خودم دنبال یه غذایی بودی که ریسک نداشته باشه درست کردنش. اتفاقا تو سرم خیلی غذا بود. سوپش؟ قیمه بود. تو قیمه می‌خواستی درست کنی؟ کاری نداره. بعید میدونم. نه مادر تبریزیه. یه تماس میگرفتم. خب حالا چی شد که منو رو اینجوری چیدیم؟ گفتم کی که از کباب مایتابی بدش بود خوشمزه است. من فکر نکنم. من خوشم نمیاد. من دوست ندارم. آره. منم متنفرم. ای غذای لعنتی. این چیه پخیدی؟ اصلا خوشمزه نیست. اصلا خیلی بدمزه است. ازش متنفرم. دوباره میدی؟ از حق نگذاریم تحلیل جالبیه. قربون برم. یه چیکار کنم دیگه؟ پیش میاد دیگه. میخوای دوغ دارم یا نه نمیخوای؟ من دوست ندارم. نه من اینجا. انگور گرفتم از خودم. انگور من همیشه انگور. بچه کسی نوشیدنی میخواد بگید. کسی که شما انتخابتون کردن. دوغ. آره. اتفاقا دوغ فقط برای شما گرفتم آقای. ممکنه بخورم. چرا بر ما چی؟ گرفتم گفتم آپشن هست. بیشتر دوغ میدونستم شما دوغ دوست دارید. کی؟ بچه‌ها دیگه همه دوغ دوست دارن. من فقط دوغ دوست ندارم. نه مورد نظر کیو میدونستی خیلی دوست داشت دوغ؟ مردم شماها. هم همه. اشاره داشت بهت. مثلا گفت میدونم ولی من دوغ عاشق دوست داری دوغ باید. آخه من ایمانو یه بار از نزدیک ندیدم محض رضای خدا. همون سوال این بود که چجوری میدونستی دوغ دوست داره؟ اکثر آدم‌ها دوست دارن. نه من نه این بهتر چیزی من اصلا دوغ دوست ندارم. نه واقعا دوغ خیلی. من اصلا دوغ دوست. من دوغ نمیخورم. باید بدونم اصلا. بابا اصلا کباب چیه به خدا؟ خانم دیدی پوران خانم بفرمایش نفته بود خیلی بدمزه بود. خیلی بد بود. خیلی من هر موقع ناراحتم از غذا تو خونه میخورم و مثلا قرمه میزنم بابا میگه خوب شد بعدت اومد. اگه خوشت میومد ما رو هم میخوردی تا هیچی نمونده. خب آیتم غذای جذاب امیرجان هم تموم شد. بچه‌ها فکر میکنم خوششون اومده. باید بریم نظرشون رو بپرسیم ببینیم که چی میشه دیگه. بریم برای دسر هم بچه‌ها میل کنن و بریم برای نظرهای خفنشون. خب دسر طبق معمول منو مشاهده میکنین تو تصویر. من دارم دسر رو میذارم. مرسی. آقا بفرما ادامه داده. ببینید گوش کنید خداییش سر کیک خیلی اذیت شدم. آها آره 2 سوپرمارکت رفتی. بعید بدونم. عزیز تو رو خدا از این حرفا نزنید. یعنی یه قنادی رفتی یه بعد اینو لبنیاتی. ول کن آقا وایسا. آره شدی. من گفتم شاید همینجوری من براتون سس شکلاتم گرفتم. بریزو به پاش. یعنی هزینه است که من لاکچری بازم میدونی که بس یه دیگه هم رفت. باورم مارتیز کم داشت. بابا بیایید سس رو بزنید. آقا ایمان قربونت برم. افتتاح کن آقا برو بده ایمان. من لیست بذارم. حالا نشون بده غنی بدون اینکه چیزی بگی. اونو لیست نباید بزنی. نمیشه که در تبار کیک و بستنیه. ما فهم کنیم کیک بستنیه. نمیدونستی. آره نه، تو نه. نوشته بودی کیک ببین، صدا بستنی. بلنده. ببین گوش نه که کیک و بستنی. خب اینا وقتی میره پایین دیگه یکی میشه دیگه قربون. آها اینم گذاشتی ما انجام بدیم. وای بابا. خب ولی رو ما داریم میکنیم به ولی حالا جدی ولی- یه سوال خیلی مهم ازت دارم. نون بربری سس هم امتحان کن. دفعه چندمته داری این کارا رو انجام میدی؟ اول جدی اول. مشخصه چون بستنی رو معمولا تو کاسه میریزن. حالا من کم بود امکانات. کاسه بود دیگه مگه تو کاسه سوپ بچه نخوریم؟ من اینجا چیزی اعتراف میکنم. من قاشق چنگالم هم یکی دیگه آورده. پس امروز رو بهم سخت نگیرید و میگه تو 10 کاسه بدیم. ماست خورده. من اصلا نفهمیدم چی شد. من هیچی نفهمیدم. خیلی خوشمزه است. قبول داری؟ حالا کاری ندارم ولی چجوری تو کاسه سوپ خوردیم ولی بستنی نخوردیم؟ همون چون کاسه رو معلومه که نمیشد میشد. کرد. 3 تا دونه 3 تا کاسه چه
زحمتی داره شست و خشکه. الان سوال ازت دارم. کلا ببین نمیتونی انگوش بزنی. جلوی تو سرش کنه. نه آقا سوالم خیلی کلی تر از این حرف هست. کلا پذیرایی مثلا اینکه بخوای که پذیرایی کنی دفعه اول پذیرایی میکنی؟ البته پذیرایی ها یعنی مثلا بفرمایید. خب ببین نه که مهمونی اینجا وارد پذیرایی میشیم که شما به چی پذیرایی میگی؟ به این فضا میگم. پذیرایی دیگه. این فضا رو میگی؟ این یه بار این همین دفعه اول اونا زندن. این شما ما رو داره میگه. آره منتظرم اتفاقا سوال قشنگی پرسیدی شب بعد بگذاره بفهمیم جواب سوالو. نه من حرفم اینه که مثلا تا حالا چه میدونم دوستی فامیلی رفیقی اومده ازش پذیرایی کنی اینجا؟ کلا تو زندگیت. نه بابا چه خبره؟ اینجا نه چه خبر؟ من معمولا چرا قهوه راست قهوه؟ نه آره اینجا من اینجا خب من دست به قهوه و چایم خوبه. یکی نمیتونه بخوره من. جایی که کیکر گرفتیم اولین باره یه ذره خوش که دیر میره پایین. نه من صبح که درست کردم گذاشتم یخچال یه ذره خوش شده. چرا جملاتو درست نیست؟ صبح که خریدی خب خرید که رفتم آره سس خریدم دوغ خریدم ببین کاراتو آقای ما من که دستش خوردم. آقای ما فرمون شما ما به خدا اولین بار دارم کیکو با قاشق میخورم ولی خیلی راحت تره. من این به بعد این یه چیزی که امروز یاد گرفتم این بود کیکو با قاشق بخوری خیلی راحت تره. میبینین هر روز پر از آموزش‌های زیبا. آره واقعا من امروز درس بزرگی گرفتم که تو میتونی خیلی راحت از بیرون کاراتو انجام بدی. من همیشه دورکاری نه من همیشه خودم کارامو دورکاری میکنم. بعد همه چی هم خود میتونی قاطی کنی. مهمونه آره. میتونه قاطی کنه. کیک بستنی کیک و بستنیه. قاطی نکرده. نه من میدونی چرا قاطی نکردم؟ گفتم شاید یکی دوست داره بستنی و کیکش جدا باشه. اونایی هم که دوست ندارن میتونن عجیب ترین جمله بود که امشب شنیدم. ببین گوش کن آقای من جمله عجیب بیاد داشتیم. میدونی چرا سوال زیاد میکنی؟ چون بشقابت خالیه. نه میدونی میدونی من چرا یهو جدی شدم؟ چرا سریع کیک دو خوردی؟ میخوای بازم جدی؟ نه من که اصلا دوست نداشتم. آقای ما دوست نداشتی خب میدونی چرا یهو جدی شدم؟ چون تا الان اصلا جدی نداشتم میگفتم میخندیدم. فهمیدم که این مسابقه جایزه نقدی داره. واقعا منو از این رو به اون رو کرد. چقدر جایزه تو رو خدا برای 2000 تومان این کارا رو نکنه بچه‌ها. 2000 چی؟ ریال. والا نمیدونم آقای من بیشتر به من مبلغ نگفتم ولی گفتن جایزه نقدی داره. اگه جایزه نقدی داره که خیلی متشکرم. یک میدم. بچه‌ها فکر نمی‌کنم پول شاممونم در بیاد بچه‌ها می‌خواید ریلکس کنیم. ولی کیکش خوشمزه است. آقا از وقتی فهمیدید جایزه نقدی داریم اصلا همتون انرژی گرفتید. برای جایزه نقدی داریم 20 میلیون تومانه ناقابل. خب بچه‌ها دسرشون هم خوردن نیل کردن نوش جانتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینا رو همه رو خودم درست کردم و بریم سراغ نظرهای دوستان عزیزم و آقای ما دوست دارم. خب اینم از امشب و امیدوارم که خوش گذشته باشه بهت. خوش خیلی گذشته. به عنوان اولین شب به نظرم خوب بود و جالب بود. اونقدر حالا آشنا نبودیم با هم ولی همه به نظرم اون صمیمیت رو داشتیم و میتونیم شبای آینده هم بیشتر خوش بگذرونیم. خیلی خوش گذشت. خیلی همه چی عالی بود. خیلی میزون بود و واقعا که این دوره هم جمع شدن به من خیلی حال داد. پذیراییش هم که خیلی خوب بود. ایکس این نظرت راجع به پیشغذای امیرآرتی چیه؟ پیشغذا که منظورتون همون مایعی بود که توش یه بوی ادویه‌ای بود و اینا؟ که مثلا سوپ جو قارچ بود که قارچی هم نداشت جویی هم نداشت پودر همه اینا توش بود. ماکت سوپ. آفرین قشنگ گفتی. پیشغذا که حالا من اونقدر سوپ آماده نخوردم ولی فکر کنم که آماده بود. پیشغذا چی بود؟ چون خیلی اتفاقات گذشته فکر نمی‌کنم رو به آینده‌ام پیشغذا رو فراموش کرده بودم. سوپ. ببین واقعا من از شرکتی که این سوپ آماده رو تولید میکنه ممنونم. لعاب بسیار عالی. حالا برندشون نمیدونم ولی حتما بیان میکردم که تبلیغی هم بشه براشون. لعاب عالی.
قارچینا رو خیلی خوب کنسانتره کرده بودن، یعنی هیچی ازش نمونده بود. دمشون گرم. باریک. امیر به نظرت به پیشغذات نمره خوبی میدن؟ به نظرم به پیش غذا باید نمره خوبی بدن، چون که من این سوپ خودم با دستای خودم درست کرده بودم و عالی بود. فکر نکنم حالا، ولی باشه هرچی تو بگی امیر. خب خانم پیکسی نظرتون راجع به غذای اصلی و غذای امیر چی بود؟ غذای اصلی جای حرف زیاد داره، خیلی جای حرف زیاد داره. غذای اصلی کباب تاویی اصلا یه چیز جدید بود برام. حقیقتا من تا حالا کباب تاویی اینجوری ندیده بودم. چیزی که تو ذهنم این بود که یه کار خیلی راحتی اینجوری خود تک 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 پیاز خورد کنی و بریزی با گوش تف بدی و یا ولیت و مشهد. غذا اصلی میتونست ادویه های بیشتری داشته باشه، میتونست یه ذره با ادویه ها بازی کنه، ولی خوشمزه بود. باز میگم به عنوان اینکه امیر یه پسر مجرده و فکر کنم اولین بارش هم بود که درست میکرد، خوب درست کرد. تهدیدشو خیلی دوست داشتم. امیر از سوپت که خوششون نیومد، به نظرت از غذای اصلیت خوششون اومده یا نه؟ ببین غذای اصلی من از اونجا که اولین تجربه آشپزیم بود، به نظرم خداوکیلی نمرم 10 از 10 بود. من واقعا تلاشمو کردم. پیکسی نظرت راجع به دسر امیر چی بود؟ حال به همزن بود یا خوب بود؟ به نظرت چجوری بود؟ دسر کیک بستنی که کیک کنار بستنی بود ولی کیک بستنی بود. کیکش خیلی خوشمزه بود، من کیکش رو دوست داشتم. بیرون گرفته بود ولی خب کیکش خوشمزه بود. دسر که دسرش هم آماده بود، من به دسرش نمره نمیدم چون نه کیکش رو دوست داشتم، اون قنادی که گرفته بود اصلا مثلا خوب نبود. بستنی وانیلی هم اگه شکلاتی بود بهتر بود. دسرم که باز هم ممنونم از شرکتی که صورتیه، میدونین این بستنی ها تولید میکنه. قنادی که کیکو زده بود فوق العاده بود، دستش درد نکنه. بریم سراغ جذاب ترین بخشمون که میدونم همه شما هم منتظر این بخش هستین. بچه‌ها میخوان نمره بدن، دارن مشاهده میکنن نمره ها رو و میخوان تصمیم بگیرن که چه نمره‌ای بدن به امیر جون عزیزم. من که خودم نمره 0 رو میدم. اول بریم ببینیم امیر به خودش چه نمره‌ای میده. امشب واقعا خوش گذشت. واقعا دارم بچه‌ها گم و خیلی خوشحال شدم دیدمشون و دوست داشتم این بازدید کردن اینا ادامه پیدا کنه. خدا رو شکر 3 شب دیگه داریم و من خیلی خوشحالم بابت 3 شب آینده، ذوق دارم. اگه بخواد به خود نمره بدی چه نمره؟ من به نمره اگه می‌خواستم به خودم بدم، اگر تمام جوانب رو در نظر می‌گرفتیم، اینکه من آشپزخونه رفتم واسه این میزبانی آماده کردم، یخچال نداشتم، گاز آوردم و اینکه دفعه اولم بود، واقعیت با خستگی و همه تلاشی که کردم، حتی اگر کم و کسری هم بود، من خودم به خودم 10 میدم چون نهایت تلاشم رو گذاشتم. اگر نمیذاشتم حتما نمره‌مو کم می‌دادم، ولی من تمام چیزی که میتونستم انجام دادم. خب حالا اگه بخوای به امیر نمره بدی، به پذیراییش، به پکیجی که کلا امشب ارائه کرد به شما مهمونای عزیزش، چه نمره‌ای رو براش در نظر گرفتی؟ خب همونجوری که من تصمیم گرفتم نمره واقعی بدم، نه نمره. امشب که خیلی به من خوش گذشت، خیلی 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 به من خوش گذشت. تجربه خیلی باحالیه، ولی غذا، سوپ، یه دونه غذای اصلیش مشکلی نداشت، از اون نظر سخت نمیگیریم، ولی کیک بستنی نبود. ولی سوپش واقعا سوپ نبود. نظرت یه 5 نمره ازش کم کنی؟ نه دیگه اینقدر سختگیر نیستم. نمره نمیخوام اذیتش کنم، اولین شبم هست، چند بدم؟ اوکی حلالش بدهیش. من به امیر یه نمره‌ای در نظر گرفتم بهش بدم، اونم یه دلیل داره. اول نمره روش نشون بدم بعد دلیلش رو بگم. من نمره 9 میدم به امیر، اونم صرفا این که اگر دوستان دیگه‌ای بهتر از این بودن یه جایی داشته باشم که بتونم نمره بهتری بهش بدم. واقعا همه چی عالی بود، صرفا ما نیومدیم اینجا غذا بخوریم، اومدیم که از مهمون نوازی اون آدم، از اتفاقاتی که تو این خونه افتاد، چقدر این خب ما تا حالا هم دیگر ندیده بودیم. به نظرم این عادلانه است. پس باید بدی 6. خیلی هم عالی.
مرسی که امشب بودی و افتخار دادی که حضور داشته باشی تو برنامه. خواهش میکنم. مرسی از شما، مرسی از همه، مرسی از مخاطبین. بریم برای شب بعدی پرقدرت. خب اینم بود از بفرمایید شام با یوتیوبرها. امیدوارم که تا اینجا کار لذت کافی رو برده باشید. شب اول میزبان امیر بود و امیدواریم که تونسته باشیم خنده روی لباتون آورده باشیم حتی برای ثانیه‌ای. و هفته بعد پرقدرت میبینمتون برای قسمت دوم و یه قسمت خیلی خفن و جذاب. بریم ببینیم تا اینجای کار امتیاز امیر توی شب اول چند شد. خب رسیدیم به آیتم خیلی جذابی که خیلیاتون دوست دارید. امیر تا اینجای کار امتیازش از نمرات بچه‌ها به عدد 21 رسید. ولی چالش ما هم 4 امتیاز داشت که 2 امتیازش به آقا ایمان تعلق میگیره و 2 امتیازش هم به امیر تعلق میگیره که امیر نمره اصلی خودش برای امشب شد 23. خلاصه که بریم سراغ هفته بعدی پرقدرت. میبینم شبتون بخیر.